فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب استاد، برادرمون عبدالله از بندر خمیر پرسیدن که مدتی است که ایشون رو طلسم کردن و زنشون داره ازش طلاق میگیره، زندگیش داره ازم میپاشه، مثل دیوانه ها به هرچی توهین میکنه، چی کار باید بکنه؟ راهی هم براش نمونده و همچنین خواستن که براشون دعا هم بکنید. در چنین موارد یعنی با تجربه ثابت شده که در بسیاری از موارد این فقط یک نوع حدس و گمان هست، یک توهم هست. انسان احیانا دچار توهم می شود و دچار یک نوع احساسی می شود که احساس می کند دیگران حسد دارند نسبت به من و نسبت به من طلسمی انجام گرفته، سحر کردن من را، و در صورتی که چنین چیزی واقعیت ندارد و خود همین که به خودش تلقین می کند که مردم با من مخالفن، من حسودانی دارم یا فلانی مرا سحر کردن، جادو جنبل کردم، این خودش یک تأثیر منفی روانی بر این شخص داره که نهایتاً با تلقین مضاعف و تلقین همیشگی این تبدیل به یک باور می شود که معالجه کردنش در واقع بسیار سخت می شود. اگر واقعاً هم چنین چیزی صورت گرفته باشد و فردی مسحور شده باشد یا طلسمش کرده باشند، راه شرعیش این است که چنین انسانی باید پایبند نماز و دستورات شرعی باشد، قرآن بخواند و اذکار و اوراد صبح و شام را همیشه بخواند و خصوصا ادعیه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم جز اذکاری هستند که همیشه دعا می‌کردند و بر حسنین رضی الله تعالی عنهما میدمیدند، این اذکار را بخواند و معوذتین را و آیت الکرسی را بخواند و بر خودش بدمد یا بر همسرش که احساس می‌کنند دچار پریشانی و اضطراب هستند بر ایشون بدمند یا در آبی بدمند که اینو استفاده بکنند و بخورند. این راه علاج طلسم و سحر و جادو یا حتی چشم زخم است. اما این که به اصطلاح یعنی در ذهن خودشون اینو یعنی ثبت بکنند و این باور را داشته باشند که هیچ راهی وجود نداره، مردم با من دشمن هستن، من طلسم شدم، جادو شدم و از کار زندگی خودش را بیاندازد، این در واقع یک پیامد منفی داره بر روح و روان انسان و این کار شایسته ای نیست.